الله سبحانه و تعالی انسان را آفرید و او را برای زندگی در میان مردم با معامله با دیگران آماده گردانید. انسان نمیتواند تنها زندگی کند حتی اگر تمام راههای نعمت برایش مهیا بگردد. از همین سبب دوستی و همنشین نقش بزرگ در حیات انسان دارد. قرآن و سنت اهمیت و خطرهای دوستی را روشن و واضح بیان کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس در دین دوستش است، پس هر یکی از شما بنگرد که با کی دوستی میکند. دوست به دوستش تأثیر میرساند و در این شک نیست. اگر دوست صالح باشد به نیکی راهنمایی میکند و به یاد الله همیشه تو را میآورد و به کارهای خوب تشویقت میکند. این گونه دوست سبب نجات در روز قیامت میگردد. اما اگر دوست ناصالح باشد به بدی میکشاند و از یاد الله تو را غافلگیر میکند و به کارهای زشت دعوتت میکند، این گونه دوست سبب هلاکت و پشیمانی در آخرت میگردد. الله سبحانه و تعالی در محکم آیاتش میفرماید: روزی میرسد که ظالمان دستانشان را میگزند و میگویند ای کاش من با پیامبر راه میگرفتم. وای بر من، ای وای بر من، کاش فلانی را دوست نمیگرفتم. او مرا پس از آن که ذکر الله به من رسید گمراه کرد. و شیطان همیشه برای انسان بی‌وفا بوده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مثال تأثیر همنشین فرمودند: مثال همنشین صالح و همنشین بد مثل فروشنده عطر و آهنگر است. فروشنده عطر یا به تو چیزی میدهد یا از او چیزی میخری یا حداقل بوی خوش از او به تو میرسد، اما آهنگر یا لباست را میسوزاند یا بوی ناخوش به تو میرساند. پس شخص عاقل دوستان صالح و خیرخواه را همیشه برای خود انتخاب کنند و از دوستان بد و شخصانی که سبب هلاکت و پشیمانی میشود دوری بجویند. الله میفرماید: آن روز دوستها برای همدیگر دشمن خواهند بود مگر بجز پرهیزگاران.